عرض می‌کنم به بینندگان عزیز برنامه نجات در محبت خداوند. خوشحالم از اینکه توفیق این رو دارم یک برنامه دیگر رو در نام عیسی مسیح در خدمت شما عزیزان باشم. به خاطر استقبالی که دوستان عزیز از برنامه نجات در محبت خداوند داشتن و دوستانی که از ایران بودن و دسترسی به کلام خداوند رو ندارن، تصمیم بر این گرفتیم از انجیل یوحنا از ابتدا برای این دوستان این برنامه رو داشته باشیم. در نام عیسی مسیح برنامه رو شروع کنیم. انجیل یوحنا باب 1. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد، تا به وسیله او همه ایمانداران ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می کند در حال آمدن بود. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد، ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزند خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد میزد و میگفت: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید. اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوان یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر از همه به او نزدیکتر از او را شناسانیده است. این است شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را نزد او فرستادند تا بپرسند که او کیست. او در جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نمود و گفت: من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن نبی موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. پرسیدند: پس تو کیستی؟ ما باید به فرستادگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیای نبی پاسخ داد و گفت: من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی، نه الیاس و نه آن نبی موعود، پس چرا تعمید میدهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید میدهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمیشناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفشهایش را باز کنم.
ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید میداد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهانیان را بر می دارد. این است آن کسی که دربارش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناسم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان آمد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. من این را دیده‌ام و شهادت می‌دهم که او پسر خداست. روز بعد هم یحیی با 2 نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد، گفت این است بره خدا. آن 2 شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی را افتادند. عیسی برگشت و آن 2 نفر را دید که به دنبال او می آیند. از آنها پرسید: به چه دنبال من می گردید؟ آنها گفتند: ربی، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت: بیایید و ببینید. پس آن 2 نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را نزد او ماندند، زیرا تقریباً ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن 2 نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پطرس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت: ما شیخ یعنی عیسی را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت: تویی شمعون پسر یونا؟ ولی بعد از این کیفا یعنی پطرس به معنی صخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافت. به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پطرس اهل بیت و سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتانیائیل را پیدا کرد و به او گفت: ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و انبیا درباره او سخن گفتند پیدا کردیم. او عیسی پسر یوسف از اهالی ناصر است. نتانیائیل به او گفت: آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد: بیا و ببین. وقتی عیسی نتانیائیل را دید که به طرف او می آید، گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او هیچ مکری وجود ندارد. نتانیائیل پرسید: مرا از کجا می شناسی عیسی؟ عیسی جواب داد: پس پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. نتانیائیل گفت: ای استاد، تو پسر خدا هستی؟ تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت: آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت: یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کند خواهید دید. خدای شکرت می کنم و جلالت می دم نام قدوست را. ممنون از عزیزان، ممنون از اینکه گوش جان سپردید به کلام خداوند. باب اول از کتاب یوحنا رو به پایان رسوندیم.
در نام عیسی مسیح خداوند توفیق میده و باب دوم رو شروع میکنیم برای شما. خدا نگهدار.